شاید شما هم برای عروس خیلی زحمت کشیدید، ویدیوهای زیادی دیدید، دوره‌های زیادی تهیه کردید، رایگان یا پولی، ولی هنوز مشکل دارید و نمیتونید شعر رو خوب تخطی کنید و خوب علامت گذاری کنید و الی آخر. این برمیگرده به یک مشکل بسیار 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 مهم به اسم روانخوانی شعر. شعر رو روان نمیخونید، روان تخطی نمیکنید، روان علامت گذاری نمیکنید و تا آخر به مشکل میخورید. توی این ویدیو در مورد این معضل و البته راه حلش صحبت میکنیم. به نام مهر همزبانان، همتبارها، هم نژادها و هموطنان عزیزم از سراسر ایران عزیز، افغانستان دوست داشتنی و تاجیکستان زیبا خوش آمدید به ادبیات علیپور. اینجا جاییه که مشکلات و دغدغه‌های شما توی ادبیات رفع میشه و من داوود علیپور مثل همیشه اینجام تا سخت‌ترین مسائل رو به ساده‌ترین زبان بیان کنم. امروز توی این ویدیو در مورد اولین مشکل، اولین چاله و اولین جایی که یقتون گرفته میشه توی عروس صحبت میکنیم. اینجا جاییه که شما ریشه‌ای ترین مشکلتون شکل میگیره. بر اساس اون نمیتونید تخطی کنید، نمیتونید علامت گذاری کنید و تا آخر اشتباه پیش میرید. اینجا میخوایم در مورد روانخوانی شعر صحبت کنیم. بارها بهتون گفتم و خودتون هم حتما میدونید، عروض یک فراینده، یک روند و روال کاملا گام به گام و مرحله مرحله است. شما تا پله اول رو نرید نمیتونید به دومی فکر کنید. اگر تو اولی خوبی توی دومی بد، به سومیش نمیتونید برسید و الی آخر. چیزی که شما رو یقتون رو میگیره در واقع توی همون گام های اول اینه که شما باید خط عروضی رو خوب بنویسید. خط عروضی یعنی حالت گفتاری آنچه که میبینید، یعنی صورت ملفوظ واژه ها و کلمات. این یعنی که شما باید شعر رو آنطوری که میخوانید بنویسید. اگر عروضیتون خط عروضی رو خوب بنویسید، خوب میتونید تخطی کنید، خوب میتونید علامت گذاری کنید، خوب میتونید رک بندی کنید و نامگذاری. اما اگر خوب خط عروضیتون رو انجام ندید، یه خطا هم داشته باشید، چه اتفاقی میفته؟ شما میرید دنبال ماجراهای دیگه، اختیار شعری میخواید در صورتی که اختیار شعری وجود نداره و میخواید به زور اختیار شعری نداشته رو پیدا کنید. این مشکل برمیگرده به اینکه شما شعر رو خوب نخوندید. من در طول سالها دیدم که بچه‌ها سال به سال در شعرخوانی ضعیف میشن. این فقط برای دانش آموزها نیست، توی دانشگاه هم این اتفاق متاسفانه میفته. روانخوانی شعر یک معضل هست امروز در بین بچه‌ها و مخصوصا بچه‌های علوم انسانی که اصلا نیاز دارن به این ماجرا. روی این حساب امروز میخوام در یک ویدیوی درمانی به واقع هم در مورد روانخوانی صحبت کنم و همین که 2 تا روش بهتون بدم که چطور میتونید روانخوانیتون رو قوی کنید. برای مثال به این بیت نگاه کنید. میگه کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را. کافی شما این تمنا، این تشدید رو نخونید. تمنا. اون موقع اینجا به مشکل میخورید. میگید تمنا یا میگید تمنا. خب چه اتفاقی میفته؟ این هجاها به هم میخوره. یعنی اینجا که 2 تا هجای بلند داریم، اینجا هم 2 تا و خیلی درسته، اینجاها شما خطا میکنید. بعد میگید آقا معلممون گفته هر جا دیدید هجاهای بالا پایین یکی نیستن بگرد دنبال اختیارات شاعری و بعد شما میگردید دنبال اختیار شاعری، اختیار شاعری نداشته رو میچپونید توی شعر و بعد تمام این مراحل رو شما اشتباه میرید. یا اینجا کافیه بخونید منم پور ایران و نامآورم ز نیروی شیران بود گوهرم. یعنی این بود رو کافیه به جای بود بخونید. ببینید بود اینه علامتش، بود کوتاه بلند. اگه شما بود بخونید مجبور میشید به یک هجای کشیده تبدیل کنید، جای این کوتاه و بلندا عوض میشه. اون موقع میرید دنبال مثلا اختیار قلب میگردید در صورتی که اصلا اختیار شعری نداره، خودش درسته، شما فقط شعر رو درست نخوندید. یا اینجا دوش دور از رویت ای جان، جانم از غم تاب داشت. ببینید دوش کشیده است، دور از رویت ای 2 تا حذف همزه داریم. جان، اینجا جان و جانم، اینجا نون ساکن داریم اینجا و باید حذف بشه بعد از مصوت بلند که اینجا به درستی حذف شده. اما اینجا جانم از، دوباره یه دونه حذف همزه داریم میشه جا نمز. هر کدوم از اینها رو شما غلط بخونید
توی این بیت به مشکل میخورید و اون موقع دنبال اختیار شعری اشتباه میگردید. این در حالی که شما فقط شعر رو درست نخوندید. بیشتر از این نمیخوام در مورد اهمیتش صحبت کنم، واقعا بسیار واضحه و توضیح واضحات فقط وقتتون رو تلف میکنه. اما بریم سراغ درمان. من 2 تا راه بهتون پیشنهاد میکنم، ولی قبلش بگم هیچ کدوم از این راه ها عاجل و فوری نیستن، یعنی امکان نداره شما یک روزه یک هفته‌ای درستش کنید. من به همین دلیل یک برنامه 1 ماه هم براتون در نظر گرفتم، ولی این رو میتونم تضمین کنم اگر این کاری که بهتون میگم هر چند در ظاهر براتون شاید ساده باشه، اگر این رو انجام بدید قطعا در مدت مشخصی بسته به نوع شعرخوانیتون و میزان ضعفی که دارید حتما به تسلط میرسید. اولین روش که خودم هم خیلی دوست دارم و خیلی باش کار میکنم سایت فخیم و وزین گنجوره، بدون اینکه بخوام تبلیغش کنم. حتی اگرم تبلیغش کنم عیب نداره. کافی در گوگل گنجور رو تایپ کنید و اولین سایتی که میاد رو باز کنید. اینجا شاعران مختلفی وجود داره که من از بین اونها حافظ رو انتخاب میکنم. دلیل اینکه حافظ رو انتخاب میکنم اینه که در غزلیات حافظ ما تنوع وزنی هم داریم. من مثلا شاهنامه رو انتخاب نمی کنم چون که شاهنامه همش بر یک وزنه. آقا وزن به روانخوانی ربط داره؟ بله ربط داره. شما توی بعضی از اوزان خوانش سختری دارن چون طولانی ترن مثلا، یا اون وزن مشخص و اون ریتم ثابت اینطوری رو مثلا ندارن، اون ریتم خیلی واضح رو، ولی بعضی از اوزان دارن. آقا خب دیوان سعدی هم تنوع وزنی داره، دیوان سعدی هم خوبه، خواجوی کرمانی هم خوبه، ولی مثلا مثنوی معنوی که بر یک وزنه، یا مثلا رباعیات که همه بر یک وزنن، یا مثلا شاهنامه که بر یک وزنه، یا لیلی و مجنون و خسرو و شیرین نظامی گنجی، من اینها رو پیشنهاد نمی کنم. میایم از حافظ شروع میکنیم. شما دوست داشتید از سعدی شروع کنید. وقتی اینجا رو انتخاب کردیم خب مشخصات مختلفی رو داریم و یک آمار هم اینجا هست که به درد الان ما نمیخوره. من میرم غزلیات رو انتخاب میکنم. اینجا غزلیات سورت شده و به ترتیب 1 حروف الفبا و شماره غزل اومدن. این شماره غزل ها به ترتیبی نیست که حافظ گفته ها، اینا تو دیوان های مختلف بر اساس آخرین حرف قافیه اینجوری چیدمان شدند. خب من یکی از این غزل ها رو انتخاب میکنم. مثلا حالا یه غزل سختم انتخاب کنم، مثلا غزل شماره 7. این غزل شماره 7 اینجا متنش هست و میاد معنی هر بیت هست که منتها اینا با هوش مصنوعی ترجمه شده، خیلی قابل اعتماد نیست. میام پایینتر و میرسم به اینجاها. ببینید اینجا خوانش های مختلف این وجود داره و من از بین آقایون فریدون فراندوز رو میپرستم، صداش رو در خوانش، و از بین خانوم ها هم خانم زهرا بهمنی. خب اینجا وقتی اینجا رو شما پلی کنید شعر رو برای شما میخونه و روی خود بیت هم بولد میشه و هایلایت میشه و میتونید ببینید. بریم مثلا من جناب فراندوز رو بشنویم با هم. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. پس دیدید چه اتفاقی افتاد؟ شعر رو یک صدای شنیدنی و خیلی خوشگل برای شما میخونه به ساده ترین، آرام ترین و البته درست ترین حالتش. من میام چیکار میکنم؟ خودم اول بیت رو میخونم، بعد خوانش بیت رو پلی میکنم که اون هم بخونه و بعد میبینم کجاها اشتباه بوده و این غزل رو امروز تمرین میکنم. بریم 1-2 بیت دیگه هم بشنویم. راز درون پرده ز رندان مست پرس، کین حال نیست زاهد عالی مقام را. میگه راز درون پرده ز رندان مست پرس. ببینید مست، حتی تش هم میگه کین حال نیست زاهد عالی مقام را. یعنی این خوانش اینقدر درسته که نیست، حتی اون کشیده بودن هجاش رو هم برای شما میگه و این خیلی به شما کمک میکنه. در واقع روانخوانی شعر باعث میشه که نتیجه اینه که شما شعر زیاد خواندید و زیاد شنیدید. حالا یک نفری هست، خود من اینطوری بودم، یک نفری هست که انگار ذاتن و مادرزادی انگار خوانشش خوبه، یعنی روخانی متن و شعرش خوبه. من هر چقدر که در شعر خواندن خوبم، در شعر حفظ کردن ضعیفم، یعنی ابدا شعر حفظ نمیشم. حالا
مسئله اینه که شما باید گوشتون خیلی شعر بشنوه، یعنی شما باید شعر دیده و شعر شنیده بشید. حالا چه کار میکنید؟ یه زحمت میکشید. یه برنامه 30 روزه رو من براتون در نظر گرفتم. 30 تا غزل جناب حافظ رو، غزل 1 تا 30 رو با همین ترتیب تقسیم کردم به 3 دسته: غزل‌های متوسط، سخت و خیلی سخت. اینها از نظر خودم و از نظر وزن و این ماجراها بوده. شما که توی دسکریپشن همین ویدیو میبینید و اون رو هم توی کانال تلگراممون که آدرسش هم این بالا هست حتما براتون خواهم گذاشت. شما زحمت میکشید اینها رو روزی 1 دونه امتحان میکنید، یعنی دقیقاً با همین حالت. یا میری توی سایت گنجور، یا اینکه یه دونه دیوان حافظ گویا از این دیوان‌هایی که خوانش شعر دارن اپلیکیشنش رو دانلود میکنید و نه حجمی داره نه هزینه‌ای نه چیزی، اونجا میشنوید. بچه‌ها این در ظاهر همین یه شعر بشنوم میشنوید، اما با تمرکز میشنوید. چشمتون حتما باید ببینه، لبتون بخونه و گوشتون بشنوتش. یعنی اینجوری نباشه که مثلا شما بگید که خب مثلا همینجوری من نگاه میکنم. ببینید الان یک نمونهش اینطوریه. من از بیت 3 شروع میکنم، خودم میخونم: عنقا شکار کس نشود، دام بازه چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. این حالتی بود که من خوندم. الان اینو پلی میکنم: شکار کس نشود، دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. اینجا من چه اشتباهی کردم؟ گفتم عنقا شکار کس نشود، در حالی که بود عنقا شکار کس نشود. بعدی رو میخونم: در بزم دور 1-2 قدح درکش و برو، یعنی طمع مدار وصال مدام را. خب دوباره پلی میکنم: در بزم دور 1-2 قدح درکش و برو، یعنی طمع مدار وصال مدام را. مثلا من اینجا گفتم در بزم دور 1-2 قدح درکش، در صورتی که خب من این واژه رو تا حالا نشیدم. الان که شنیدی. در واقع من از شما میخوام که تقلید صوت کنید، از شما میخوام که بشنوید و تقلید کنید، مثل کاری که خواننده ها انجام میدن. خب آقا ما این کار انجام بدیم حافظمون خوب میشه. خیر، شما وقتی این کار رو انجام میدید شعرخوانیتون خوب میشه. بچه‌ها من کسانی رو با این روش شعرخوان کردم که نمیتونستن 1 بیت از بیت‌های کتابتون رو بخونن. این جواب میده. اون برنامه 30 روزه رو که بهتون گفتم و توی دسکریپشن همین ویدیو هم گذاشتم، این چیزهاش رو، تعداد ابیات رو و شماره غزل ها رو شما انجام بدید. اگر نشد به من بگید، من یه مرحله دیگه برای شما تکلیف میچینم. اصلا امکان نداره جواب نده. روی هر کسی که ما این رو امتحان کردیم جواب میده، منتها نه در 1 ماه، شاید در 2 ماه، شاید در 3 ماه. اشکال نداره. شما تا امتحان نهاییتون که خیلی وقت دارین، تا کنکورتون هم همینطور. این ویدیو رو الان که براتون میگیرم اول آبان ماه هست. بنابراین شما خب بله آقا ما هفته وقتمون کمه، وقتتون کمه، روزی 2 تا غزل بخون، روزی 3 تا بخون، کاری نداره که 8 تا بیت، هر بیت 3 دقیقه زمان ببره، میشه 24 دقیقه. 2 تا غزل بخونید نهایتا میشه 1 ساعت. اما اگر این کارو نکنید چی میشه؟ خوب که نخونید، اول این ویدیو بهتون گفتم 2 تا بیت هم براتون آوردم، خوب نخونید خط عروضیتون غلط از آب در میاد. خط عروضی پله اوله، خط عروضی اشتباه بشه تقدیرتون غلطه، بعد علامت گذاریتون در نتیجه قطعا غلط خواهد بود، رکن رو نمیتونید تشخیص بدید، توی اختیارات شعاری به مشکل میخورید و الی آخر. و شما 9 ماه هم زحمت بکشید که هیچی، 9 سال هم زحمت بکشید هیچ فایده ای نداره. تا شعر روان نخونید هیچ فایده ای براتون نداره. بنابراین یا دیوان گویا دانلود کنید یا حتما برید توی سایت گنجور، بریم روی صدای خانم زهرا بهمنی یه غزل دیگه از حافظ رو بشنویم و ویدیو رو به اتمام برسونیم. یه غزل ساده تر انتخاب میکنیم، غزل شماره 5 که این غزل چون وزن دوری داره راحت تر خونده میشه و بیایم روی صدای سرکار خانم زهرا بهمنی بشنویم. دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را،
دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. شما کافیه بخونین خواهد شد، بعد یه مکس کنید بگید آشکارا. قطعا شما در خط عروضی اشتباه کردید و تا آخر اشتباه میرید. تا روی تخته میخوام براتون مشخص کنم که چقدر این ماجرا میتونه تفاوت ایجاد کنه. زحمت بکشید ما رو لایک کنید، کامنت بذارید برامون، ما رو سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو هم فعال کنید که ویدیو جدیدمون به اطلاعاتون برسه. این حمایت شما خیلی برای من ارزشمنده و نشون میده که چقدر تو این مسیر دارم درست گام برمیدارم. آن طوری که درسته اینه: که علامت گذاری هاش هم اینطوری میشه بلند بلند، کوتاه بلند، کوتاه بلند بلند. اما شما میایید چطوری میخونید؟ شما خواهد شد و میخونید آشکارا رو جدا، یعنی اینطوری. علامت گذاری چطور میشه؟ خواهد شد آشکارا. ببینید شما اینجا به مشکل خوردید. بعد میایید چیکار میکنید؟ میگید خب این احتمالاً اختیارات شاعری داره. معلممون گفت هر جایی که دیدید بالا پایین یکی نیستن اختیار شاعری داره. اما معلمتون باید اینو میگفت، همونطوری که من به دانش آموزام گفتم، که اولین چیزی که به ذهنت میرسه وقتی ناهمسانی میبینی اینه که من اشتباه کردم و اینجا شما اشتباه کردید. اشتباهتون چی بود؟ آقا درسته، شد یه هجای بلنده، خواهد شو یه هجای کوتاهه. این که درسته، شما فقط بیت رو اشتباه خوندید. همین. خانم زهرا قربانی یه جور دیگه میخونه. خب بیت بعدی و کافی شما بگید کشتی شکستگانیم. حالا ببینید: کشتی شکستگانیم ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینم دیدار آشنا را. خب دوستان واقعا دیگه زیاد اصرار نمی کنم، چون ظاهرا هر چقدر در یک مسئله زیاد اصرار کنی از اهمیتش کم میشه. روانخوانی مهمترین کاری که باید انجام بدید. این ویدیو رو جدی بگیرید، تکلیفی که بهتون دادم رو حتما انجام بدید و نتیجهش رو برام توی کامنت ها بنویسید که من هم این رو به اطلاع بقیه برسونم. ویدیوهای بعدی منتظرتون هستم.